به نام خدا. سلام. روح الله داداشی، جهان پهلوان روح الله داداشی، یکی از قوی ترین مردان ایران، کسی که چهرش و نامش برای همه شما آشناست، به خصوص برای اهالی کرج، مردمی که روح الله رو خوب میشناختند، دوستش داشتند و بهش اعتماد داشتند و امروز که متاسفانه روح الله داداشی در اثر یک حادثه کشته شده، امروز اومدن برای تشییع جنازه روح الله داداشی، اومدن برای آخرین وداع با این قهرمانشون. روح الله داداشی مردی که یک روز یکی از قوی ترین مردان ایران بود و تنها چند دقیقه دیگه دیده در تیره تراب خواهد کشید. اومدید برای تشییع جنازه رقیبتون یا رفیقتون؟ داداشم عزیزترین کسم بود تو دنیا. روح الله آزارش به یه مورچه نرسیده بود. روح الله همه کسمون. جامعه ورزش رو باید تسلیت بگیم. موقع که باش رقابت می‌کردید تو مسابقات فکر همچین روزی رو می‌کردید؟ 4 سال ما با هم توی یه گروه بودیم ولی عین یه برادر بودیم. هیچ موقع همچین اتفاقی نیفتاد. روح الله از آزارش به مورچه نمی‌رسید. از خصوصیات اخلاقیش برامون بگو. سلطان بود، فقط اینو بهت میگم. کسی بود که آرامش بود، وقتی پیش ما بود آرامش پیدا می‌کرد. برادرمون بود، همه کسمون. روح الله داداشی یه موقعی قهرمان ورزشی بود. دوره قهرمانی پایان پذیره، تموم میشه. اما این جمعیتی که امروز اینجا اومدن نشون میده که روح الله تو قلب مردم بوده. خب شما چند سری تو کارهای روح الله حضور داشتید خودتون از نزدیک. روح الله یعنی این جمعیت. این خودتون میگید. خب میخوام بدونم روح الله داداشی چه کرده با مردم کرج که اینقدر از جون و دل اومدن حضور پیدا کردن، دارن براش گریه میکنن. اینو برید از دوستاشون بپرسید، از مردم بپرسید. این از دوستانشون، از مردمشون. شما خیلی با ایشون بودید توی مسابقات، خاطرات زیادی ازشون دارید. میخوام از خصوصیات اخلاقیش بگید برای مردم. من فقط میتونم بگم در عرض این 10-12 سالی که مسابقات انجام میشد، من هیچ چیز بدی از ایشون، هیچ مشکلی، هیچ اتفاق ناشایستی، هیچ حرفی از ایشون نشنیدم. فقط واقعا سوختیم. میتونم اینو بگم. آقای داداشی یکی از افتخارات کرج بود، یکی از افتخارات ایران بود. پهلوان نامی که یکی از هویت‌های کرج ما بود. مردم همه غمگینن و سیل جمعیت هم که می‌بینید همه عزادارن. انصافاً امروز عزای عمومی در کرج حاکم شده، به خاطر اینکه خانواده داداشی بالاخص روح الله داداشی یکی از قهرمانان نامی ایران اسلامی و کرج ما بود. ایشون تو رشته ما تختی رشته ما بود، اینقدر جوان مرد و با اخلاق و با ادب بود، همه ما الگومون روح الله داداشی بود. از نظر منش، مرام، مردونگی، پهلوان، واقعا جوان پهلوان بود. پسر خیلی خوب بود، خیلی خوب. فامیل شما بود مگه؟ نه، همسایه قبلمون بود، دوست پسرم بود، خیلی آقا بود، خیلی خوب بود. اینجا قول رو به مردم میدیم که چوبه دار رو برای قاتلین
با حمایت مراجع قضایی که عنایت ویژه‌ای داشتن از روز گذشته ایجاد خواهیم کرد که حداقل باعث تسلای دل همه داغداران باشه، بلخص خانواده داداشی.